به نام خداونده بزرگ و مهربان و سلام و احترام خدمت تک تک شما. امیدوارم صحتمند باشین و موضوع امروز که میخوایم با شما شریک بزنم در رابطه با 8 مارچ روز جهانی زن می باشد. زمانی که ما کلمه زن را استفاده میکنیم، زن یعنی مادر، زن یعنی خواهر، زن یعنی همسر و بدون زن جامعه ناتکمیل می باشد. وقتی ما مادر در یک فامیل نباشه، یک فامیل مادر خود از دست بده، یعنی گرمی و خانواده را از دست داده، یعنی مهر و محبت خانواده را از دست داده. شاید همه ما تجربه داشته باشیم در یک مدتی که مادر خانواده جای سفر میکنه نمی باشه، چقدر یک سردی احساس میشن، چقدر کمبود محبت در یک خانواده می باشه. شاید خیلی آسان باشه از نظر از دید بعضی ها خیلی آسان باشه تربیت فرزند، بزرگ کردن فرزند، اما بزرگترین مشکلترین کاری که در دنیا می باشه خود مادر می باشه که یک فرزند بزرگ میکنه، چی در زمان بارداری، چی در زمان ولادت، چی در زمان اینکه دوران طفولیت ما را بزرگ میکنه، ما را بیدار خوابی رو میکشه. اینا همه که هستن خیلی خیلی مشکل است که یک زن انقدر قلب بزرگ داره، انقدر قلب بزرگ داره که میتونه این شرایط ها را متحمل شود و از این شرایط ها بسیار به شکل خوبی عبور کنه. و من از اینجا در تمام مادرای دنیا، به خصوص مادرای افغانستان که خیلی خیلی زحمت کش هستن، سلام و ادای احترام دارم. من در این امروز 3 مثال از زنان میزنم. یک زنی که شوهرش همیشه در خط جنگ بوده و به تنهایی اولادهای خود بزرگ کرده است. دوم خانمی که شوهر نداشته و 5 یتیم خود با پاککاری و خانه های مردم بزرگ نموده. و سیوم دخترای که خیلی شوق و علاقه به مکتب داشتن و نتوانستن که اما شوق و علاقه خود به اتمام برسانه، به او هدفی که داشته به او هدف خود برسه. اولین زنی که گفتم مادرای ما و شما بوده، خصوصا مادر خودم که وقتی زمان پدرم جنگ های قبلا بودن در افغانستان در جنگ ها حضور داشته، ما را به تنهایی بزرگ نموده و به تنهایی خود غذا و لباس آماده نموده و به پدرم رسانده. این شجاعت یک زن نشان میده، این صداقت یک زن و وفاداری یک زن نشان میده که خیلی خیلی سخت بوده اما ما را بزرگ نموده و تربیت درست نموده و با همون شرایطی که بوده ساخته و کوشش نموده که به فرزندان خود هم مادر شود هم پدر شود. و دومین زنی که به شما نام میگیرم خانم می باشد که 5 فرزند داشته، فرزنداش خردسال بودن، خردسال بود. خودش فقط یک زن که فقط پاککاری خانه ها رو میگرفت، پاککاری میکرد، لباس میشستک و این کار دامدار باعث شد که بیچاره مریض شد، ریماتیزم بگیره، خاص به خاطر اولادهای خود شوهر نکرده بود. این شجاعت یک زن نشان میده، یعنی یک زن میتونه که زمان در سختی ها مثل هم زن شود هم مرد شود و تمام مشکلات ها و سختی ها را به خاطر اولاد خود که تا بتواند به خوراک و پوشاک و تربیت و تحصیلش رسیدگی کنه شب و روز زحمت میکشید، به خانه های مردم کار میکرد. و سیومین موضوعی که یادآوری میکنم موضوع خواهرای محترم هستند که خیلی خیلی امید و آرزو داشتن، اهداف داشتن پیش خود، یک تقسیم اوقات منظم داشتن، یک رویایی داشتن که میخواستن خودکفا شوند، میخواستن به مو رشته که میخواستن، به مو هدفی که میخواستن برسن توسط علم و دانش که
بدبختانه این دریچه را برایشان بسته کردن، این دروازه ها را برایشان بسته کردن، آنها را با قلف و زنجیر جهالت بسته کردن و خانه نشین نمودن. خیلی خیلی از خواهرای ما بودن که خیلی مشکلات های روحی را قبیل شدن بعد از بسته نمودن مکاتب و دانشگاه ها. خیلی ها دست به خودکشی زدن که نباید فراموش شود، نباید فراموش شود. و مخاطر خودم که یک زن هستم خیلی امید و آرزو داشتم. اه، درست است دانشگاه تمام شده بود اما آرزو داشتم که ماستری بخوانم، آرزو داشتم که بهترین دکتر شوم، در شفاخانه ها وظیفه اجرا نمونم. اما بدبختانه با شرایطی که در افغانستان آمد مهاجر شدیم. مهاجرت خیلی سخت است و یک انسان در وقتی که مهاجر میشه هویت خود از دست میده. او عزت نفسی که در کشور خود داره، او احترام که در کشور خود داره در دیگه جای نداره. او اهدافی که داره میخوای پیاده کنه در دیگه جای پیاده نمیشه. باید از سر، باید از صفر شروع کنی. در هر جایی که بری باید از صفر شروع کنی. این بسیار سخت میباشه بر آدم. هیچگاه فراموش نمیکنه آدم که من به کدام امید آرزو تحصیل کردم، چه اهدافی داشتم اما تمام اهدافم صفر شد. و خیلی از خواهرای مثلا که دانشگاه هایشان رو به اتمام بود که نتونستن و در اواخر که یک امید برای خواهرای. خب و خلاصه باز هم 8 مارس روز جهانی زن را به تمام زنای دلیر، خواهرای دلیر افغان خود تبریک میگوییم. امید یک روز دوباره افغانستان خودکفا شود، شکوفایی شود، دروازه های علم و دانش برای خواهرای ما بسته شود. این شهر بی کتاب، شهری که حالا کتاب نیست، شهری که حالا علم جرم دانسته شده دوباره باز شود. شهر ما پر از کتاب شود. خواهرای ما را دوباره با مو لباس سیاه و چادر سفید خود ببینیم، با مو بیگ مکتب خود ببینیم. امور شوق علاقه که طرف مکتب میرفتن و خواهرای ما که دانشگاه میرفتن، امور شور علاقه 8 صبح صبحگاهی را و وقت رخصت شدن 12 چاشته و امور شور علاقه کارمندای خواهرای ما که 4 ظهر طرف خانه میمدن دوباره ببینیم، دوباره شاهد باشیم. و امید امید که امید که تمام آرزوهای ما برآورده شود. وقت خوش.